ایرانی‌ها شهر رو محاصره کرده بودن. آتوسا دختر زیبای حاکم اون شهر از روی برجک چشمش به فرمانده لشکریان ایرانی فرخ میفته و دلش رو میبازه. روزها از این محاصره میگذشت تا اینکه دختر حاکم حول بودنش رو نشون داد و یه نامه برای فرخ نوشت با این مضمون که اگه قول بدی منو بگیری، منم یه راهی برات میذارم که شهر رو تسخیر کنی. فرخ شرط دختر رو قبول میکنه و آتوسا هم نیمه های شب دروازه های شهر رو باز میکنه و شهر به تسخیر ایرانی ها در میاد و بعد از تسلط کامل حاکم اون شهر رو هم میکشن. الوعده وفا. بعدش هم فرخ آتوسا رو گرفت. یه شب توی بستر با آتوسا بودن که فرخ متوجه یه خراش روی پوست دختره میشه. میپرسه این چیه؟ آتوسا میگه توی محل استراحتم یه برگ درختی افتاده بود که تیزی اون برگ بدنمو خراشید. فرخ با تعجب گفت مگه تو چقدر نازک نارنجی هستی که برگ درخت پوستتو میبره؟ آتوسا گفت آخه پدرم منو توی پر قو بزرگ کرد، به همین خاطر خیلی لطیف و ظریفم. فرخ یکم فکر کرد، بعدش گفت تو که پدرت این همه بهت محبت کرد آخر سرش رو به باد دادی. برای منی که قاتل پدرتم و چند شبی بیشتر کنارت نیستم چه ارزشی میخوای قائل بشی؟ همون شب دستور داد آتوسا رو از موهاش آویزون کنن تا درس عبرتی برای بی‌وفاها باشه. به نظرتون با بی‌وفاهای حول باید چیکار کرد؟